خب هلو گایس، خبر بچه‌ها؟ کنم خبری که دیگه همتون فهمیدین و میدونین اینی که اکتیویژن قراره سیزن بعدی 2 تا گان لجند و 1 گان میتیک بده هممون. و خب اینا شرایط خاصی نداره، اطلاعاتش رو خواستم بهتون بدم. ببینید مثلا خیلی ها میان برای لایک و فالوور میگن که باید مثلا فلان کار رو انجام بده، قبلش چیکار کنی. نه، این همه شروع به همه میده. بله، این هم اولین گانه که AK-117 میتیک لاوا که واقعا گان خفنیه، به عنوان گان رایگان خفنه. ببینید وقتی هم میکشه زیرش اسپیکته لاوا میاد، آپتیک هم خیلی خوبی هم داره، بنازم. و ریلودش هم خیلی باله، ریلود خفنی داره. و گان بعدی CR56 مکس. CR56 یه ذره شبیه اسنایپر نان باستر بود، بوس بیستر بود، همچه چیزی بود اسمش، یادم کلابر بود، همچه چیزی شبیه همونه یه ذره. بله همه خیلی هم خفن کیل میگیره، یعنی همه جا شبیه همونه، بس کناره ها همه چی. بله ببین خیلی خفنم کیل میگیره. و بعدی نایف لجند که فکر کنم ورنس باشه، نمیدونم زیادم بالی نیست واسه گاناش، ولی خب بالاخره دیگه خفن ضربه میزنه. ولی خب استایل و کامو و ایناش